صدای فریاد و سم اسب‌ها با خاک و آتش در هم پیچید. سربازان کوروش پیشروی کردند و سرانجام پایتخت افسانه‌ای سارد به دست پارسیان افتاد. کروزوس شکست خورد. پادشاهی که روزی گمان می‌کرد هیچ کس بر او چیره نخواهد شد، اکنون در زنجیر ایستاده بود. اما کوروش برخلاف بسیاری از پادشاهان زمان او را نکشت. وقتی سخنان حکیمانه کریزوس را شنید و دانست که غرور بزرگترین دشمن انسان است، او را بخشید و حتی در کنار خود نگاه داشت. و این گونه بود که لیدی با همه ثروت و شکوهش به بخشی از شاهنشاهی هخامنشی پیوست و نام کوروش نه تنها به عنوان یک فاتح، بلکه به عنوان پادشاهی دادگر در تاریخ ماندگار شد.